شاید تو هیچ وقت عاشق اون آدم نبودی. شاید عاشق خودی بودی که کنار اون آدم می شدی. مثلا شاید اون آدم خیلی بهت توجه می کرد و تو سالها منتظر بودی یکی واقعا ببینتت. شاید خیلی قوی بود و تو خسته بودی از این که همیشه خودت رو نگه داری. یا شاید هم فقط کنار اون احساس می کردی ارزشمندی و کم کم بدون این که بفهمی خود آدم با چیزی که در تو ایجاد می کرد قاطی میشه. جالبه بدونی در روانشناسی رابطه یک ایده مهم وجود داره. ما گاهی جذب آدم‌هایی میشیم که احساس میکنیم با بودن در کنار اونها خودمون بزرگتر، کاملتر یا متفاوتتر میشیم. یعنی فقط خود اون آدم رو نمیخوایم. چیزی رو میخوایم که فکر میکنیم از طریق اون آدم به بخشی از خودمون میرسیم. حالا این سوال رو از خودت بپرس. اگر اون آدم دیگه بهت توجه نمیکرد، دیگه بهت احساس امنیت نمیداد، دیگه باعث نمیشد احساس ارزشمند بودن کنی، هنوز هم خودش رو میخواستی؟ شاید بعد از یک جدایی چیزی که دلت براش تنگ شده خود اون آدم نیست. شاید دلت برای خودی که کنار اون آدم بودی تنگ شده. حالا تو بگو، دلت برای کدومش تنگ شده؟